دیروز داشتم اصلا باورم نمیشد، رفتم یک گروهی هستش توی اینستاگرام، آدم‌های موفق مثلا کانادا رو نشون میده، رفت با یه خانم ایرانی که تو نیو مارکت یه دونه رستوران خیلی معروف سنتی زده صحبت میکرد. یعنی اصلا باورم نمیشد که این چیزی که شنیدم. ویدیوشو برای خودم فرستادم. میگفتش که شما چی شد که اومدید این مثلا رستوران سنتی رو زدید؟ میگه آره من همین رستوران سنتی تو تهران داشتم، این منطقه اون منطقه، حالا من یادم نیست اون منطقه که میگفت چی بود یا کجاست چون سالهاست که ایران نبودم. بعد میگفتش که اومدم اینجا دیدم که از نظر مالی ما به درآمد دوم احتیاج داریم، اومدم این رستوران سنتی رو تو نیو مارکت زدم که شمال در واقع تورنتو هستش. و گفت خب چقدر سرمایه گذاری کردی؟ گفت بین 200,000 تا 300,000 دلار سرمایه گذاری کردم. من اصلا همینجوری بودم. و گفت چقدر در میاری؟ گفت بین 5,000 تا 10,000 دلار. یعنی بزرگترین اشتباهی که یک نفر میتونه به خودش بکنه. 200,000 تا 300,000 دلار شما بدید که ماهی 5,000 دلار تا 10,000 دلار داشته باشید. اینجا همون سال اول به بالای 10,000 دلار در ماه میرسید. اگر حتی با مینیمم اینوستمنت هم شروع کنید، حالا مثلا هولوش 4,000 5,000 دلار شروع کنید، 200,000 دلار یعنی شما چجوری؟ بعد حالا مغازه زدید، کارمند بعد بگیرید، در مغازه رو هر روز بعد برید باز کنید، نمیدونم پول بیمه مغازه، پول نمیدونم برق، آب، گاز، نمیدونم شهرداری، البل، تمام اینا رو بدید برای ماهی 5,000 دلار. یعنی اصلا من شوکه شدم وقتی اینو شنیدم. یعنی واقعا چرا آدما باید بیان تو این بیزنس؟ به خاطر اینکه تو بیزنس‌های دیگه وقتی نگاه میکنید، مقایسه میکنید تو این بیزنس رو میدونید اشکال ما این هستش که ما سهیل جان ما خیلی از چشم میترسیم. ما ایرانی‌ها خیلی از چشم میترسیم، همش میترسیم چشممون بزنن. اگر که ما به چشم اعتقاد نداشتیم، مارکتینگ ما اصلا کاملا میشد مارکتینگ این کانادایی‌ها، مارکتینگ آمریکایی‌ها، خیلی چیزا رو نشون میدادیم، خیلی درآمدا رو چکامون رو اصلا میومدیم نشون میدادیم که مردم باور کنن. منتها هم از چشم میترسیم، هم میترسیم چشممون بزنن، حسودی کنن و خیلی چیزا رو نمیایم بگیم، تو لابس میگیم، خیلی سربسته میایم اینا رو میگیم. یعنی واقعا شما کسایی هستن، فقط همین رو دارم بهتون میگم که تو این بیزینس از همین بچهای خودمون، از همین ماها بالای 50,000 دلار در ماه در میارن. یعنی پولی رو که تو کار خودشون تو یک سال در میارن، اینجا در عرض یک ماه در میارن. و اصلا امکان نداره شما کامپنسیشن پلن ما رو با هیچ جای دیگه مقایسه کنید. فاوندرهای بیزینس ما نزدیک 20 سال 25 سال هستش که بیزینس آنلاین انجام دادن و تمام پلتفرم‌های مختلف رو امتحان کردن، میدونن هیچ کدومش به شما انقدر جنرسلی و انقدر سخاوتمندانه درآمد نمیده. و شما آموزش دارید، کسایی که اینجا هستن ویدیوها اکثرشون به فارسی، ویدیوهای وقتی آموزش رو شروع میکنید، هر مایلستونی رو که رد میکنید، خیلی از ویدیوها رو ما خودمون ساختیم، به زبان فارسی ساختیم، کوچا فارسی زبان هستن، منتورا فارسی زبان هستن و واقعا حتی همون هزینه اولی هم که برای اون محصول میدید، اون رو هم برای به عنوان در واقع تکس ریترن استفاده میکنید و بهتون برمیگردونن. محصولی هم که میخرید که سرمایه اولیتون هست، پولی نیست که مثل آمازون بدید به آمازون محصول برید حالا 2 سال دیگه خود گود لاک براتون بفرستن، آخرش هم میگه آقا این محصول دیگه به درد نمیخوره. همون موقع کمپانی ژاپنی بعد از اینکه کردیت کارتتون رو شارژ میکنه، حالا هر جای دنیا ممکنه باشید، ممکنه تو سوئیس باشید، نروژ باشید، آمریکا باشید، فرانسه باشید، هر جای دنیا که باشید، وقتی کردیت کارتتون رو شارژ میکنه، 1-2 روز بعد یه دونه ایمیل ترکینگ براتون میفرسته و 2-3 روز بعد اون محصول رو به دستتون میرسونه، چون همه جای دنیا این کمپانی ژاپنی شعبه داره و این محصول رو میتونید بلافاصله ازش استفاده بکنید. و این محصول برای سلامتی هست. پیجای ما رو نگاه کنید، پیج من رو نگاه کنید، پیج سهیل جان رو نگاه کنید، صدها ویدیو در مورد مصاحبه های ما افراد دیگر هستش که چقدر این محصول برای دیابت خوبه، چقدر برای کنسر خوبه. من اینو برای پدرم بابا امین خریدم که کنسر داشت، پدر من بزنم مرسی عزیزم، کنسر فری بودن، از کنسر هم فوت نکردن، از ناراحتی قلبی و ریوی و اینها فوت کردن و بزرگترین کاری بود که من برای پدرم کردم، چون یعنی پدر من کنسر فری شدن و صدها نفر تو این تیم هستن که کنسر داشتن. و اینکه واقعا اگر که شما فکر کنید به اینکه اون خودتون وقتی خدای نکرده یه سردرد میگیرید، چقدر حاضر خرج کنید که فقط این سردردتون بره. حالا فرض کنید اینو دارین برای سلامتیتون استفاده میکنید، برای سلامتی کل خانوادهتون استفاده میکنید، در کنارش با خریدن این محصول یک بیزینس آیدی بهتون میدن که میتونید شما باهاش ماهی 50,000 دلار در بیارید. حالا ماهی 50,000 دلار سال اول و دوم و سوم نمیشه در آورد، شاید از ماه سال سوم به بعد میشه در بیارید، ولی همون سال اول میتونید به بالای 10,000 دلار در ماه برسید. حالا ممکنه شما تو 1 سال برسید، ممکنه تو 3 ماه برسید، ممکنه تو 1 سال و نیم برسید. در هر صورت بخواید و نخواید میرسید. ما همه جور آدمایی رو داریم، از همین
عزیزان ایرانی و افغان که تو 3 ماه به بالای $10,000 رسیدن، کسایی هستن که تو 9 ماه رسیدن، کسایی هستن که 1 سال رسیدن. در هر صورت میرسید، اگر واقعا این بیزنس رو شروع کنید میرسید. اینه که به این علت هستش که چرا باید عزیزان این بیزنس رو شروع بکنن. خیلی دقیق جواب دادید. ولی من چون داریم با شما صحبت میکنیم، چون خیلی ها دارن نگاه میکنن، من دوست دارم به یک سوالی هم اگر اجازه بدید من جواب بدم در رابطه با اینکه ما خیلی ویدیو درست کردیم، خود شما خیلی ویدیو درست کردید، خیلی تو مصاحبهاتون تو لایواتون با دیگران در رابطه با اینکه این بیزنس هرمی هست نیست، این MLM هستش، یعنی بازار چند ساعتی هستن. من میخوام یه چیزی رو بگم به اونایی که دارن گوش میکنن. بله. این بیزینس دقیقاً استارتاپه. یعنی که این اگر میخواید بدونید، استارتاپ الان خیلی تبش زیاده، همه تقریبا شنیدن. سال 2016 2 نفر آدم هوشمند با یک برینستورمی اومدن یک استارتاپ، این بیزینس رو راه اندازی کردن و این استارتاپ الان نتیجهش این شده در کوتاه‌ترین مدت بالاترین ترنوور مالی رو برای شرکت ژاپنی ایجاد کرده. پس اگه کسانی که میخوان وارد این بیزنس بشن، احتمالاً تمام تقریبا فارسی زبان ها عبارت هرمی رو به کار میبرن. من توضیح میدم حالا. آره، این دقیقاً یک استارتاپه که اومدن هوشمندانه طراحیش کردن و این استارتاپ باعث شده که الان به اینجا رسیده. که الان من اینجا سوالم اینه، چرا ندا خانم این استارتاپه؟ شما توضیح بدید. هرمی نیست. هرمی، ببینید ما بیزنس هرمی ما یه مشابهت هایی با سیستم های MLM داریم. از این نظر شباهت داریم که ما توی سیستممون تا یک جایی، تا یک مرحله در واقع ایندایرکت و دیرکت داریم. یعنی که شما یه درآمدی که دارید یه قسمتش مال خودتون هست که دیرکتتون هستش، یک مقدارش مال منتور و کوچتون هستش. از یک جایی به بعد اون این دیرکت قطع میشه و 100% مال خودتون هستش. یک سیستم کامپنسیشن پلان هست که وقتی وارد ترایال سیروزه بشید براتون کامل میفرستن و توضیح میدن. سیستم هرمی سیستمی هستش که اون کسی که مثلا کوچ شما هست تا آخر عمرتون از شما کامیشن میگیره. یعنی خودش هیچ کاری هم نکنه، همینجوری نشسته باشه و از شما کامیشن. این سیستم غیر اخلاقی و غیر در واقع قانونی هست و اگر شما کار هرمی انجام بدین زندانی میشید. و بعد سیستم های هرمی چون که غیر اخلاقی و غیر قانونی هستن در واقع اصلا کریمینال به حساب میایین دیگه. ما توی کانادا اگه شما هستید، این کمپانی ژاپنی به شما هر سال T4A میده و CRA از شما قسط‌بندی میکنه، ماه به ماه پول میگیره. من مثلا همین توی 15 مارچ یه $25,000 دادم با یه 9,000، یعنی از که 30 خورده هزار دلار فقط تکس CRA رو دادم فقط توی یک ماه مارچ. حالا بعدیش تو ماه جون، بعد سپتامبر، بعد دسامبر، همینجور خلاصه 3 ماه یه بار ازتون قسط‌بندی میکنن میگیرن. و هیچ وقت CRA که این همه جاسوس داره و میشینه تمام روش‌های درآمدزایی کمپانی‌ها رو در میاره، هیچ وقت نمیاد از شما تکس به این قلمبگی بگیره وقتی میدونه شما کار هرمی دارید میکنید و کار غیر قانونی دارید میکنید. پس هرمی نیست، قانونی هم نیست، ولی این دیرکت و دیرکت وجود داره. مثلا من کسایی هستم که مثلا من خودم توی ماه نهم تمام درآمدم 100% دیرکت شد، یعنی دیگه منتور و کوچم هیچ گونه کامیشنی از من نمیگرفت. و بعد از اینکه شما به اون مرحله میرسید درآمدتون میره بالای $10,000 در ماه. و کاترین جان، تو اکثر کشورها اینوستمنت بستگی داره کجا هستید، $3-4 هزار. ما از اون بیزینس هایی نیستیم مثل بیمه و نمیدونم آربورن و نمیدونم ام وی و نمیدونم شیک و نمیدونم بیمه نمیدونم الا بلا اینا بفروشیم شما با $100 بتونید بیاین شروع بکنید. اون بیمه هایی که شما $100 اینا میفروشید آخر ما خیلی در بیارید $5,000. امکان نداره شما $100,000 در بیارید با بیمه فروختن دقیقا. یا با نمیدونم ام وی یا با نمیدونم پروتئین شیک فروختن. امکان نداره، اصلا هم چیزی وجود نداره. به خاطر اینکه شما وقتی که استارتاپ کاستتون $100، اون در واقع درآمدتون هم مشابه با همون استارتاپ کاستتون هست. اگر تو آمریکا باشید مثلا با نزدیک $3-4 هزار، حالا بستگی داره کدوم کشور باشید. اون ویدیویی که در مورد این هستش که سرمایه گذاری چقدر هست حتما نگاه کنید عزیز دلم. و پس ولی خب من مثلا اون اوایلش مثلا استاد دانشگاه دارم، از استادم یه چیز یاد میگیرم، اونم داره وقتی میگذاره. استاد دانشگاه ما
مجانی که به ما آموزش نمیدن. دانشگاه یه چیزی بهشون پول میده، مثل این کمپانی ژاپنی به معلم شما یه پولی میده اولش که شما هنوز راه نیافتادید و بعد از یه جایی که برین جلوتر در واقع اونا کات میکنن، استاد دانشگاه دیگه هیچ پولی نمیگیره و تمام پول شماها میگیرید. و اینطوری نیستش که هرمی باشه ما نشستیم اون بالا همینجوری کسایی که تو تیممون هستن زحمت بکشن تلاش بکنن، اونا زحمت بکشن ما این وسط مستفیض بشیم. اصلا و ابدا اینطوری نیستش. اینه که ولی این کانسپت ایندایرکت من خودم اولش خیلی باهاش مشکل داشتم، گفتم خب یعنی چی، چه جوری اونا. بعد که دیدم تو زندگی مقایسه کردم دیدم مثلا من تو ایران تو کمپانی نفتی کار میکردم، منو هر ماهی یک بار رئیسم میفرستاد توی اهواز، میرفتم اونجا با اداره نفت ایران با یه آقای خیلی خیلی مؤمنی میشستن مذاکره میکردن و پولای این کمپانی نفتیمون رو با آزاد میکردن و برمیگردوندن میرفتم تهران و تمام مذاکرات رو من انجام میدادم. هر دفعه که من مذاکرات انجام میدم و نگوشیت های تکنیکال انجام میدادم نزدیک نمیدونم چند میلیون تومان برای اون شرکت آزاد میکردم، ولی یه قرون از اونه که به من نمیدادن. ولی هر مثلا ما اون رئیس کل شرکتمون همه بچه‌ها رو هر دفعه من از اهواز برمیگشتم و یه پولی رو به قول من آزاد کرده بودم از شرکت نفت، ما رو میبرد نمیدونم یه جایی بود توی میرداماد یه کباب فروشی بود که اسمش یادم نیست، نمیدونم چی بود، ولی خلاصه اینطوری بود. یعنی آقا ما یه کباب میگرفتیم 5 میلیون تومان، 10 میلیون تومان، 20 میلیون تومان من آزاد میکردم، فقط یه کباب بهمون میدادن. دتی اینجا این کمپانی میگه آقا شما داری درآمدزایی میکنید، یه درصدی از این مال خودت هست، یه درصدش مال منتورت و کوچت هستش. اینه که اینو در نظر داشته باشید و از اون جایی که در واقع اون ایندایرکت کات میشه هستش که شما درآمدتون میره بالا. پس این مقایسه ما همینه. دقیقاً نکتهش اینه که ما درآمد مستقیم و غیر مستقیم داریم که این کاملا متفاوت از اون چیزایی که توی حالا خیلی نگرانش هستن. این مهمترین قسمتشه به نظرم. درسته. دقیقاً پاسخ دادید. یعنی واقعا حالا اونایی که دارن میشنون مطمئن باشن که این هرمی نیستش و یک بیزینسیه که خب هوشمندانه طراحی شده و همونجوری که ندا جان توضیح دادن، خیلی هم دقیق توضیح دادن، شما واردش میشید و خب شرایط خودشو داره و مطمئن باشید توش به غیر از موفقیت هیچ چیزی دیگه برای شما نخواهد بود. بله حالا از من این حتما. سوال کردن از من که تو چرا خودت وارد شدی، من یادم رفت اینو بگم ندا جان. من اینو بگم، من خیلی سریع اینو بگم که یکی این که من به خاطر اینکه خیلی دوست داشتم که درآمدم اونچنانی باشه که آخر ماه همه رو هزینه میکنیم بتونیم حداقل بتونم یه درآمد دومی داشته باشم، بتونم مسافرتی جایی که اون جایی که دلم میخواد، چون خیلی دوست دارم ماجراجویی کنم. دومین مطلب اینه که اونایی که سوال میکنن از من که تو به عنوان یک مرد چرا وارد شدی، میخوام بگم من یکی از اطرافیان نزدیکمون ندا جان این واقعیه، این دخترشون تک دخترشون این توی دندان پزشکی که دانشگاه معتبر آمریکا قبول شد، به خاطر اینکه این پدر مادر نتونستن که هزینه اون رو ساپورت کنن این دختر نرفت و الان داره کار معمول انجام میده. و واقعا میگم که من نگران این شدم که خب اگر این اتفاق برای تنها فرزند خود من هم یک روز بیفته من باید چیکار بکنم. و این عامل شد که من وارد شدم و خیلی هم از این موضوع راضی هستم، چه به لحاظ درآمدی و چه به لحاظ تغییر واقعا کنش و شخصیتی خودم. میدونی یه چیزی من می‌خواستم سوال جان بگم، خیلی از آدمایی که مثلا تو کار خودشون خیلی موفق هستن یا تو بیزینس‌های دیگه خیلی موفق هستن خیلی استرس دارن وقتی میخوان بیان تو این بیزینس ما، چون از شکست میترسن. بله. تو این بیزینس شکستی وجود نداره. اون سرمایه‌ای که شما دارید میذارید صرف خرید یک محصولی میشه که من بهتون قول میدم هم روز اول نه روز دوم زنگ میزنید میگید باورم نمیشه که اینقدر این محصول خوبه، من چجوری داشتم بدون این محصول سال زندگی میکردم. دوم اینقدر آموزش های ما عالی هستن، اینقدر آموزش های ما خوب هستن که اصلا امکان شکست برای شما وجود نداره مگر که خودتون ول کنید برید مثلا ایران، بگید آقا مثلا 2 سال میخوام برم ایران، خدای نکرده مادرم مریضه پدرم مریضه و اصلا نمیخوام کار کنم و نمیتونم هیچ کاری رو انجام بدم و واقعا یعنی اصلا امکان شکست وجود نداشته باشه. من خودم وقتی که اومدم تو کار خودم بسیار موفق هستم، یه مهندس خیلی خیلی پروفشنال خوب تو کار خودم هستم، ولی خب منم مثل شما میدونستم که کار ثبات نداره. شما حتی اگر که کار خوبم داشته باشید امروز دارید فردا ندارید. شما ممکنه یه بیزینس خوب دیگه داشته باشید امروز داشته باشید ممکنه فردا نداشته باشید، سلامتیتون نباشه. یعنی واقعا همیشه آدم باید مالتیپل سورس اف اینکام داشته باشه. من همیشه به این مسئله اعتقاد داشتم که همیشه شما باید مالتیپل سورس اف اینکام داشته باشید. اینه که اگر که خارج از ایران اقامت دارید،
حالا هر جای دنیا که هستید حتما ویدیوهایی که براتون میفرستم رو نگاه بکنید، تحقیقاتتون رو انجام بدید و وارد ترایل سیروزه بشید. امروز یه خانمی که تقریبا 2-3 ماه با من در ارتباط هست گفتش که میخوام وارد ترایل سیروزه شم. گفتم باشه. گفت زنگ بزن به من. گفتم اصلا من خدام از بهش بیاد پایین بگید ندا به من زنگ بزن، من جوابم نه است. گفتم شما هزاران اطلاع دارید، شما هیچ الان در مورد این اطلاعات محصولات نمیدونید، اطلاعات مربوط به محصولات، اینکه روش درآمدزایی ما چی هست و اینکه چقدر شما میتونید درآمد داشته باشید. اینا تمام چیزایی هستش که تو ترایل سیروزه هست. باید وارد ترایل سیروزه بشید، باید پکیج رو دریافت کنید. 30 روز وقت داریم که تصمیم بگیرید. اگر احساس میکنید که ما اسکم هستیم عجله نکنید، صبر کنید 6 ماه 1 سال مثل سهیل جان که 7 ماه نگاه می‌کردن. قشنگ صبر کنید، اصلا عجله نکنید، قشنگ صبر کنید، عجله نکنید، ویدیوهای ما رو نگاه کنید و بعد وارد ترایل سیروزه بشید. لیدی اف 44 گفتن که ما این محصولات از طریق پلتفرم ما به کی فروخته میشه. ببینید کسایی که در واقع آدمایی هستن که توی این بیزینس خیلی 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 در واقع اگر که شما هر بیزینس آنلاینی رو که ببینید میدونید که بیزینس آنلاین همه محصول دارن. ما تو از ویدیوهامون این محصولات رو دستمون نگرفتیم بگیم که این محصولات رو ما بخوایم بفروشیم و در واقع بیاین این محصولات رو بخریم.